بسم الله الرحمن الرحیم. سفر پاکستان یه سفر 3 روزه دو حالا این کی بهتر میخونه؟ حالا ما هیچی نمیگیم. رسیدیم همین الان لاهور، فکر میکنم از ساعت 4:30 صبح به وقت پاکستان. و سلام علیکم و رحمت الله. رحمت الله. سلامت باشید. سلام علیکم حبیبی. سلام علیکم. ماشاءالله. سفر پاکستان اتفاق افتاد. قرعه به نام این کشور خودخواست خدا بود و لطف و عنایت الهی شامل حالمون شد تا بار دیگر در جمع مردم پاکستان شد. اینجا مثل کشورهایی که تابع انگلیس هستن فرمونشون سمت راسته. بچه‌ها 3-4 روز اعصابتون خورد میشه، همش فکر کنید الان میخواد تصادف بشه و میگید چرا داره از این ورده. تازه بعد 3-4 روز ما یاد میگیریم که اینا برعکس ما حرکت میکنن، از سمت به اصطلاح چپ حرکت میکنن. تا یاد بگیریم باید پاکستان رو ترک کنیم. لاهور پاکستان یک شهر فرهنگی پاکستان، موج میزنه فرهنگ. دلیلش هم خود شخصیت اقبال لاهوریه که اونجا رو صورت یک قطب در حقیقت حیف از پاکستان و لاهور بگوییم و از شخصیت بسیار مورد احترام پاکستان علامه اقبال لاهوری نگیم. علامه اقبال رو وقتی شعراشو میخوندیم برای اینها، چون چراغ لال سوجم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، جان من و جان شما. در ما میخوندیم برای اینها، خیلی احساس خوبی داشتن. یه دیداری داشتیم از مرکز حفظ قرآنی که در شهر لاهور بود، مال مؤسسه منهاج القرآن، و اونجا خیلی برای من جالب بود که بوده 700 تا قرآن آموز داشتن کلاس‌های حفظ و تجوید و قرائت رو میگذروندن. اسم کلاس‌ها خیلی جالب بود برای ما، مثلا مولانا علی ابن ابی طالب، مولانا امام حسن، مولانا چی، یعنی دقیقا توی بستری اینها رو به عنوان صحابی پیغمبر مورد احترامشون بود. بزرگترین مؤسسه در کشور پاکستان و در 70-70 خورده کشور به حساب نمایندگی داره. این یک. دو، بیس و اساسش مبتنی بر قرآنه. خیلی براشون تلاوت ما از قبل شناخته شده بود و تمام اساتید اون مؤسسه اونجا نشستن، اومدن جلوی جایگاه نشستن و من کمتر جای دیده بودم که اینقدر حداقل اساتیدی که حالا این مقدار جایگاه خودشون اون گوشه بود بیان بشینن جلوی قاری ایرانی و با اشتیاق تلاوت ها رو گوش بدن. محفل دیوی زنده باد، محفل دیوی زنده باد، حافظ شاکر نجات یه موقع استقبال آدم، چند نفر آدم میان، آدمو میشناسن و گل حلقه گل میندازن و اینا یه چیزی. یه موقع هست که نه مردم هم که میریم یا میبینید که مردم هم میشناسن دیگه، معلومه که خب برنامه محفل این ابتکار حالا دیده شده. خوشحالیم از اینکه دیده شده. احساس میکنم در آینده نه چندان دور انشالله
استعدادهای خوبی از اونجا رشد خواهند کرد و به جامعه اسلامی دنیا انشالله معرفی خواهند شد. این دعواهای کشمکش‌های مذهبی آدم اونجا میفهمه چقدر بیخوده و مسخره است. ما دو محور اصلی ارتباط داریم، اطیعوا الله و رسول له ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اینقدر اون که گفتن فشل نشید اطاعت از خداست و اطاعت از رسوله و خود قرآن، خود پیغمبری که و تبع النور الذی انزل معه، یعنی خود قرآن در معیت پیغمبر، محوریت خود پیغمبر اینجا کاملا باید دیده بشه. متاسفانه تو ما یه مقداری واقعا کم دیده میشه، چه وفات حضرت و چه تولد حضرت. ابن سینا در نمط 9 اشارات میگوید که عارف برای مقاماتی احتیاج به نغمه داره. استیج بودیم، اومدیم روی استیج، یهوی مواجهه با یک صحنه‌ای بود که اینو ما تو پاکستان واقعا انتظارشو در درجه اول نداشتیم. من شاید تو مشهد و اینا انتظار داشتیم مثلا صحنه جامعه رضایی، ولی اون میدان با اون وسعتش تا چشم کار میکرد. آدم ایستاده بود و 85,000 نفر جمعیتی که از ساعت 4-5 بعد از ظهر اومده بود اونجا جای گرفته بود، توی برنامه حضور داشت و این مراسم با شکوه داشت از بسیاری از شبکه‌ها پخش میشد به صورت زنده. فضیلة الشیخ استاد قاری حامد شاکر نجات با حوصله بالا، مثلا ما اصلا حوصله خودمون برگزاری مراسم 2-3 ساعته نداریم دیگه، ولی اینا از ساعت 8 اومده بودن تا 4 صبح 4-5 صبح اینا مراسم بود و سخنرانی‌های مختلف و قرائت قرآن‌ها و اینا. الحمدلله برنامه تیم محفلم هم
برنامه آقای شاکر نژاد، هم برنامه حاج احمد آقا و هم برنامه آقای عظیمی، برنامه هایی بود که درخشید اونجا و به شدت مورد استقبال قرار گرفت. تكبير، نعرة رسالة، نعرة هيدري هيدري هيدري. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف من بیشتر از هر چیزی اون دیپلماسی و قرآنی رو اثرش رو دیدم، یعنی ارتباط با جهان اسلام به وسیله زبان واحد جهان اسلام، یعنی قرآن. این اتفاق رو از نزدیک دیدیم که چه کار میکنه با قلوب، چقدر قلوب رو نزدیک هم میکنه و چقدر هم افزایی صورت میگیره و چقدر اصلا دلها اساسا نزدیکه و ما غفلت کردیم تو این سالها. یه چیزی که خب شگفت انگیز بود واقعا تو کاروان ما، خود حدیث و ثنا نظری بود قاریا ثنا حدیث نظری شریک ہوئے که در جاهای مختلف اینا برنامه اجرا کردن، منتهای مراتب تو اونجا برنامه اجرا نکردن. حالا حساسیت خود مذهبی اونجا، اینکه خانوما وارد استیج بشن، اینا مانع شد از اینکه این برنامه اونجا اجرا بشه. ولی اگه اجرا میشد یه برنامه بسیار جذابی بود که جاهایی که اجرا شد خیلی شگفت انگیز بودن این دو بزرگوار، که این حد از تسلط به قرآن و صفحات قرآن و آیات قرآن برای هر بیننده شگفت انگیزه، به خصوص اینا که تصورشون راجع ما بالاخره تصور ضد تبلیغ هایی که شده، فکر میکنن ما اهل قرآن نیستیم. 10 دقیقه جناب شیخ عبدالقادر داشت در مورد تلاوت هایی که انجام شد صحبت میکرد. جمیل احسنت احسنت الله. و فرزندانش گفتن که اصلا ایشون همچین عادتی نداره و جالبه که برای سالهای بعد هم این گروه رو دعوت کرد. گفتش که من به آقایون گفتم که این افراد باید هر سال در این جشن شرکت بکنن و 1 ساعت هم وقت اختصاصی برای تلاوت قرآن داشته باشن. البته ما هم متقابلا از ایشون دعوت کردیم در برنامه محفل حضور پیدا کنن، انشالله که اتفاق بیفته و از همینجا شروع میشه. واقعیت همو از نزدیک نباید بذاریم تفرقه باعث بشه پیام‌های خطا بین کشورها، در حالی که واقعیت این نیست مخابره بشه. ما باید اون پیام واقعی رو مخابره کنیم که اون هم عشق و محبت و اخلاقه، که همونطور که پیامبر گرامی اسلام فرمود انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، این اتفاق انشالله بیفته.
مجموعاً سفری بود که به نظر من جای تکرار پذیری داره. یعنی از اون میخاییه که وقتی ما کوبیدیم جا داره که ادامه بدیم و ازش بهره لازم رو ببریم، به یک سفر در حقیقت کار رو به پایان نرسیم. اون چه که پاکستان به ما اثبات کرد این بود که این کار میتونه در خیلی از کشورهای دیگه دنیا اتفاق بیفته و آورده خوبی داشته باشه برای کشور عزیزمون.